дуруд мегӯем ба шумо тамошобинони иззатманди телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ. барномаи навбатии лаззати табиат аст манзуратон. ин навбат низ ҳайати эҷодии барнома тасмим гирифтем ба дараи хушманзараи Варзоб сафар намоем ва бо иштироки гурӯҳи ҳунармандон аз мактаби санъати ноҳияи Варзоб барномаеро таҳия намоем, ки ба шумо писанд ояд ва боиси ҳавасмандиятон барои сайру саёҳат гардад. истироҳатгоҳи жасминро интихоб намудем. дорои шароити хуб. истироҳатгоҳи мазкур дар километри 34-уми роҳи Душанбе Чаноқ ҷойгир аст. дар соҳили дарёи Пуртуғёни Варзоб мавқеъ гирифтаву обу ҳавои форам дорад ва манзараҳои атрофаш диданиву диққатҷалбкунанда. дар ин рӯз ҳаво тағйирёбанда аст ва андак-андак борон меборад. аз ин хотир барои нишастан суҳбаткадаеро интихоб кардем, ки болопӯшида аст. дар ин истироҳатгоҳ чунин суҳбаткада зиёд сохта шудааст. иштирокчиёни барнома санъаткорон Шамсиддин Аҳмедов, Қумринисо Одинаева, Мавҷигул Саидова ва Аюб Раҳимов мебошанд. ҳамроҳи сарояндаҳо Шукрона Содиқова, як нафар бонуи рассом ҳам омадааст ва мехоҳад манзараҳои зебои атрофро тасвир намояд. бинандагони азиз, барномаро тамошо намоед ва умедворем ҳамроҳ бо ҳунармандон лаззати табиатро эҳсос менамоед. хоб акнун вазифаро барои ҳамамон тақсим мекунем. Шукронабону шумо барои худ як дилхо манзара интихоб карда тасвир мекунед. ана Қумринисо шумо як хӯриш омода мекунед аз сабзавотҳои тару тоза. Мавҷигул шумо як суруд замзама кунед. мо ҳамроҳи Аюб аз паси омода кардани сих кабоб мешавем. як суруд аз апаи шодравон нигинара упва месароям баҳри дили ҳамаи шумоём. гули бодом дорем ёри хушном дорем. гули бодом дорем ёри хушном дорем. бараҳаш мунтазирем вада бар шом дорем. бараҳаш мунтазирем вада бар шом дорем. гули бодом дорем ёри хушном дорем. گلی بادام دارم یاری خوشنام دارم. برهش منتظرم و بر شام دارم. برهش منتظرم و بر شام دارم. چشمی او مهبیند چشمی ما ره بیند. چشمی او مهبیند چشمی ما ره بیند. سوخت ما را و ولی دلکی خام دارم. سوخت ما را و ولی دلکی خام دارم. گلی بادام دارم یاری خوشنام دارم. گلی بادام دارم یاری خوشنام دارم. برهش منتظرم و بر شام دارم. برهش منتظرم و بر شام دارم. و دشت دیر شود دل زی جان سیر شود. و دشت دیر شود دل زی جان سیر شود. ما و دل که امشب خوابی آرام داریم. ما و دل که امشب خوابی آرام داریم. گلی بادام داریم یاری خوشنام داریم. گلی بادام داریم یاری خوشنام داریم. برهش منتظریم و بر شام داریم. درهش منتظریم و بر شام داریم. من از کودکی از خردسالیم چقدر صنعت را دوست می داشتم و از هنر و استعدادی هنرمندانی شناخته به نهایت پیروی می نمودم و سرودهایشان را زمزمه می نمودم. اولین سروده که من در مکتب میانه خواندم این سرودی وطن بود. ما زمزمه کرده می‌کنیم؟ بله. مهنت ما است خوانش اعلی، هدیه ما است دانش اعلی. ای وطن ما تو مهربانی معمار ملت حسن جهانی. بعد از آن به
ختمی مکتب با دانشگاه صنعت و فرهنگی به نام استاد میرزا ترسونزاده سپاریدم و آنجا را با سر بلند ختم نمودم. در آنجا استاد اولینم رخسار صفیه و بود که بسیار به من نازکی‌های صنعت را یاد داد، آموزاندن. خب دخترها چی خیلی کرده؟ چی آماده کرده شما؟ اکنون ما تصمیم گرفتیم که تا آماده شدن این لخچه برای سیخ کباب یک جای سرود زمزمه کنیم. خب در برابر آمدن خوریش ما با شما همراه میشیم، البته با سراییدن یک سرود و همراه ایوب به نهایت جالب می شود. شما میتوانید که با ما هم‌آواز شوید، در یک جایگی زمزمه کنیم. سرود در وقت جوانی است، در وقت عاشقی است، چون فصل بهار است، طبیعت از نو زنده میشه. ما هم در نزد ساحل دریای ورزاب قرار داریم. مرامت یک سرود زمزمه میکنیم در یک جایگی. بالا حرفو با دل فریاد دارم لیلی، رخ در خاطری ناشاد دارم لیلی. بالا حرفو با دل فریاد دارم لیلی، رخ در خاطری ناشاد دارم لیلی. غمی ویرانگری کرده با جانم لیلی، با جایی سینه درد آباد دارم لیلی. گلی رویت بهارستانی عاشق، شمی میگه سوانه جانی عاشق. گلی رویت بهارستانی عاشق، شمی میگه سوانه جانی عاشق. سخنهای خوشی نوش آفرینه، غزلهای خوشی دیوانی عاشق. بالا حرفو با دل فریاد دارم لیلی، رخ در خاطری ناشاد دارم لیلی. غمی ویرانگری کرده با جانم لیلی، با جایی سینه درد آباد دارم لیلی. غمی ویرانگری کرده با جانم لیلی، با جایی سینه درد آباد دارم لیلی. با جایی سینه درد آباد دارم لیلی. با جایی سینه درد آباد دارم لیلی. چک چکی بارانی بهار شیرینه، دریا دارم تو را. شد بیدار در دل غمی درینه، از نازی لاله ها. چک چکی بارانی بهار شیرین است، دریا دارم تو را. شد بیدار در دل غمی درین از ناز لاله ها. بدیلم خنجر زدن بر سینه، جدا کردن ما را. مهینم
تقدیرم همینه چرا چرا ای چرا چکی چکی بارانی با شیرینه دریا دارم تو را شد بیدار در دل غمی درینه از نازی لالا شد بیدار در دل غمی درینه از نازی لالا یک جا چک چکی بارانی بهار چک چکی بارانی بهار چک چکی بارانی بهار آمینم چک چکی بارانی بهار چک چکی بارانی بهار چک چکی بارانی بهار یک بار دیگه چک چکی بارانی بهار چک چکی بارانی بهار چک چکی بارانی بهار. تشکر زیاد. خب در برابر استراحت و فراغتمون میخوام به سهم شما یک لحظه های جالبی حیات شخصی خودم رو قصه کنم که در واقع فراموش نشونده بود، چون قدم های نخستین رو در سایه سند میگذاشتیم در مراسم های خورسندی، یعنی همون توی معرکه ها یا رفیقان زیاد خواهش میکردن که یک سرود زمزمه کنم و برای گروه صنعتکاران تشریف آورده بودن. البته گروه خوب بود، برای من اونقدر آشنا نبودن و آنها خواستن که من یگان سرودی آماده نموده خویش را از تلفن موبیلی خودم پیوست کنم. پیش از ماندن سرود میخواستم که تلفن را در حالت دست نورست گذارم، اما فراموش شده است و سرود را چون پیوست کردیم قسمت اول سرود را چون زمزمه میکردم با تلفن موبیلی یک زنگ وارد شد و در برابر سرودی من یکی از سراینده های محبوب شرق مویی زمزمه کرد و باعث بسیار یک گویم که در برابر سرود زمزمه کردن من مردم را بسیار یک خندان و همین خاطر این یکی از قصه هایی بود که در حیات من هیچ فراموش نمیشود و چون بار دیگر که در تویا زمزمه میکردم یا دوستان من رو آگاه میکردن که با سرودی موین را زمزمه میکنی، گفته به همین خاطر لحظه‌های خوب از خاطر انسان هیچ فراموش نمیشود. اکنون ما همراه ایوب یک قصه آتش رو میبینیم که ما در برابر استراحت باید سیخ کباب آماده کنیم. خب شکرانه بانو، خسته نباشید. فکر میکنم منظره قریب آماده شدم، بسیار خوب تصویر کرده. آفرین به شما. خب شما کار خود را دوام تیه، ما از پس آمدن سیخ کباب میشیم. خب لخچه هم قریب آماده شده است. کم دیگه برای ما وقت در کار. فکر میکنم تا آماده شدن لخچه ما یک چند سرود دیگه زمزمه کنیم برای بالیده شدن تبمون. ایوب یک چند سرود دیگه همراه دخترها زمزمه کنیم. لخچه هم آماده می شود. چون پس از فصل سرما موسم بهار می باید طبیعت زنده می شود، همه راه می گیرند سوی صحرا. ما هم همراه یک گروه همسنفانمون سال گذشته بود انیخترش نقشه کردیم که صحرا را برای استراحت و چون رفتیم یکی از مغازه‌های خوب برای خود انتخاب کردیم. چون همین روزه کارها رو برای خود تقسیم کردیم و همسنفان برای من چون همین روزه باور کردن که یگان خوراک آماده سازم و اصلا هوا آفتابی بود. منم از پس آماده نمودن خوراک شدم و دیگ داشتیم، خواستم که کارتوشکا بریان کنیم و برادران یعنی همسنفانمون جانب صحرا یکی برای چیندن سیاه علف که یکی از علف‌های معمولی فصل بهار هست، دیگری برای چکوری و دیگری برای سیاحت رفتن. منم از پس آماده نمودن خوراک شدم و یک چند نفر با من موندن. خوراک رو در حالتی آماده باشی بود، در حالتی آماده شدن بود که یک بار هوا رو ابرهای بهاری فرا گرفتن
و چنان باران گرفت باور میکنید حتی ما برای روی پوش نمودن همون بالای دک فرصت نیافتیم و همون کارتوشکا بریانی که ما میکردیم نمیدونم از چی نمودی خوراک شد خلاصه که در تگ باران موند. به همین خاطر این گونه لحظه های خاطرمان در حیات میشوند مخصوصا در فصل بهار. ورزا بدره هوای ورزا بدره دستمانی نگار شوم و آبون بیبره دستمانی نگار شوم و آبون بیبره آبون بیبره پیشک یارم بیبره سر در بغل اشمانم خوابم بیبره آبون بیبره پیشک یارم بیبره سر در بغل اشمانم خوابم بیبره ورزا بدره وای ورزا بدره من صد قشوم یارکی ورزا بیره چشمانی سیاه بناز را گردیره من صد قشوم یارکی ورزا بیره چشمای سیاه بناز را گردیره رم گرده دیلک مغم میگیره ای کاش دل برم نبینی غم خوری را رم گرده دیلک مغم میگیره ای کاش دل برم نبینی غم خوری را ورزا بدره وای ورزا بدره دستمانی نگار شوم یا بوم بیبره ورزا بدره وای ورزا بدره دستمانی نگار شوم که آبون بیبره آبون بیبره پیشک یارم بیبره سر در بغل اشمانم خوابون بیبره آبون بیبره پیشک یارم بیبره سر در بغل اشمانم خوابون بیبره ورزا بدره وای ورزا بدره ورزا مروی سلام بگو یاری مرا آن یارکی سبزی نه دل داری مرا ورزا مروی سلام بگو یاری مرا آن یارکی سبزی نه خوش داری مرا آچشا بگو اجرا کنه کاری مرا اجرا بکنه روان کنه یاری مرا آچشا بگو اجرا کنه کاری مرا اجرا بکنه روان کنه یاری مرا ورزا بدره وای ورزا بدره دستمانی نگار شوم که آبون بیبره ورزا بدره وای ورزا بدره دستمانی نگار شوم که آبون بیبره آبون بیبره پیشک یارم بیبره سر در بغل اشمانم که خوابم بیبره آبون بیبره پیشک یارم بیبره سر در بغل اشمانم خوابم بیبره ورزا بدره وای ورزا بدره ورزا بدره وای ورزا بدره ورزا بدره وای ورزا بدره چون میبینیم ما مشغول سرودخوانی بودیم و شکرانه بانو هم منظره انتخاب کرده شما به خوبی تصویر کردند. به نهایت زیبا تصویر کرده است. آفرین به شما شکرانه بانو. بینید مجرای دریای ورزاب رو به درستی تصویر کردن این ارچه ها منظره سبزپوشی فصلی بهار. آفرین به شما شکرانه بانو. احسن. ایوب فکر میکنم لخچه برای تیار نمودن سیخ کباب آماده شده است. ما یک لخچه رو میبینیم شما استراحت کنید. خب
پیچانی سیاه داری مستانه من، زلفی پیچانی سیاه داری مستانه من. آخر از عشق تو دیوانه شدم، با گلی روی تو پروانه شدم. آخر از عشق تو دیوانه شدم، با گلی روی تو پروانه شدم. کی به درد من دوا داری جانانه من، راست گو دل به کجا داری مستانه من، قدی موزونی رسا داری جانانه من. زلفی پیچانی سیاه داری مستانه من، زلفی پیچانی سیاه داری مستانه من. ایانی سی بنو بیماری دلم، باز آیمونی سوغم خاری دلم. ایانی سی منو بیماری دلم، باز آیمونی سوغم خاری دلم. تو بکی مهر و وفاداری جانانه من، زلفی پیچانی سیاه داری مستانه من. تو بکی مهر و وفاداری جانانه من، زلفی پیچانی سیاه داری مستانه من. قدی موزون و رسا داری جانانه من، زلفی پیچانی سیاه داری مستانه من، زلفی پیچانی سیاه داری مستانه من. فصل بهار آمده است یار مبارک، گلها قطار آمده است یار مبارک. فصل بهار آمده است یار مبارک، گلها قطار آمده است یار مبارک. ای گل من یار مبارک، ای گل من یار مبارک. الا دل بر ببوسیدم لبانت، به دستی خود ببافتم کاکلانت. اگر یک تاری مویت کم بیاید، تمامی دار و بودم از برایت. هی فصل بهار آمده است یار مبارک، گلها قطار آمده است یار مبارک. ای گل من یار مبارک. دو سه روز است که بوی گل نیامد، صدای خواندنی بلبل نیامد. روید از باغبانی گل بپرسه، چرا بلبل به سیر گل نیامد. هی فصل بهار آمده است یار مبارک، گلها قطار آمده است یار مبارک. ای گل من یار مبارک، ای گل من یار مبارک. هی ولی بتگته دکهنا کاملا کرنا پنده هزارو سیاله. جو خوب सोचा समझ में आया, खुदा के बातें खुदा ये जाने, खुदा के बातें खुदा ये जाने. आखी दुनिया में बसर कमी करना है जो कर, आखी दुनिया में बसर कमी करना है जो कर. सफने याद है अगर पिलान जाम से तर, जाने पर्दे है किधर उसके रहमत की नजर, जाने पर्दे है किधर उसके रहमत
ये तो मौला को खबर, ये तो अल्लाह को खबर, ये तो मौला को खबर। देते के देते तो क्यों खेल बिखर जाते हैं, क्यों बहारों में बर्बाद उजल जाते हैं। प्यार से रहना दे अपना रहो दे दे कर, उस डाले से वही फूल बिखर जाते हैं। किसी जालिम का बचे किसी जालिम का बचे, लुटे मजलूम कगर, लुटे मजलूम कगर। ये तो अल्लाह को खबर, ये तो मौला को खबर, ये तो अल्लाह को खबर, ये तो मौला को खबर. انا سیخ کبابی ما هم آماده شده آمد. خب دوستان عزیز من اکنون سیخ کبابم آماده شد، لیکن در کدام سطح آماده شدن این رو اکنون شما برگزار میکنید. سیخ کباب ها رو هر یک نفر در طبقچه های خود گرفت. مرحمت شکر نبانو. مرحمت. سیخ کباب با یک طعمی به خود خاص آماده شده است و فکر میکنم که این روز هم برای ما یک روز فراموش نشونده حیات می شود، چون در یک طبیعتی واقعا افسانه‌ای در خوشمنظره ورزاب ساحل دریای پرپیچ‌تاب سیاحت خوب داشتیم. با اشتیاق تمام. تماشابینان عزتمند، شما نیز لذت طبیعت را با تلویزیون سیاحی و هنرهای مردمی احساس نمایید.